سلام، شاهرخ هنرمند هستم با 19 سال تجربه تخصصی در زمینه مارکتینگ و بیوتی. قرار به کسب و کارها کمک کنیم در این دوره آموزشی که بتونن نتیجه خوبی تا پایان سال داشته باشن. یه رزومه از خودم بگم، برندهای زیادی رو در حوزه بیوتی از 0 تا 100 بالا آوردم و هم در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی و هم با سالن‌های زیبایی فعالیت کردم که خیلی از این محصولات آرایشی بهداشتی به دلیل پرایوت بودن نمیتونم اینجا اعلام بکنم و خیلی از محصولات شما دارید استفاده میکنید در سالن هاتون و برندهایی بوده که از 0 تا 100 خودم آوردم بالا. و با سالن‌های خیلی زیادی جلسه داشتم، کار کردم، مشاوره دادم، کمپین طراحی کردم و در حال حاضر مدیر عامل هلدینگ نوآوران راهبرد زیبایی از مجموعه کسب و کارهای آقای محمد کاشانی مدیر عامل هلدینگشون هستم و امروز قرار جلسه بسیار کاربردی و پرنکته‌ای رو داشته باشیم. جلسه کاملا عملیاتیه، از این لحاظ که در کسب و کار خودم ماهانه میلیاردها هزینه کردم و این میلیاردها هزینه کردن این خروجی شد که امروز میخوام بخش کوچیکی از این تجربه رو در اختیار شما قرار بدم. من همیشه میگم اول باید خودت تجربه کنی، خودت باید هزینه بکنی، چون وقتی خودت هزینه میکنی راهکارهای بهتری رو پیدا میکنی. ما قراره راهکارهای تست شده رو خدمتتون بدیم، نیاز دیگه سعی و خطا رو کاملا پایین میاریم و میخوام کمکتون بکنم تا پایان سال یک نتیجه فوق‌العاده‌ای بگیرید. واقعیتش در اقتصاد فعلی من میتونم یک مثال جذابی رو براتون بزنم. همه ما یک قایق داریم در یک اقیانوس. باد تهدیدها، باد فرصتها، باد ثروت، باد فقر برای همه یکسان میوزه. ما همه در یک اقیانوس هستیم. ولی چه کسی به مقصد میرسه؟ کسی به مقصد میرسه که بادبانش رو درست تنظیم کرده باشه. این نکته خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون کسی که برنامه داشته باشه، اقیانوس هر چقدر تلاطم داشته باشه قطعاً میتونه این تلاطم رو رد بکنه و با موفقیت به مقصد برسه. در کسب و کار امروزی هم دقیقاً به همین صورته. کمپین به کسب و کارها کمک میکنه که بتونن نتیجه خوبی بگیرن، درآمدزایی خوبی داشته باشن. برای همینه باید کمپین داشته. به عنوان شخصی که مدیران شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های چند هزار میلیاردی رو مشاوره میدادم، به تجربه خدمتتون عرض میکنم اگر برنامه و کمپین درست داشته باشید، اتفاقی که میفته نوسانات بازار شما رو اذیت نمیکنه. درسته بعد از بهار فصل تابستونه، بعد از تابستون فصل پاییزه و بعد از پاییز فصل زمستونه. این اتفاق واسه کسب و کارها میفته که یک نوسان دارن. کمپین به شما کمک میکنه که زمان باقی مانده تا پایان سال بتونید برنامه درستی داشته باشید، بتونید در کسب و کارتون ثروت سازی بکنید. بریم که دوره آموزشی رو شروع بکنیم. امروز میخواستم کمپین اینستاگرام رو به شما یاد بدم. ما کمپین های زیادی داریم. در حوزه مارکتینگ ما کمپین های پنهان داریم که حالا از بعد غیر اینستاگرام انجام میشه، تو فضاهای دیگه انجام میشه. کمپین خود اینستاگرام داریم، کمپین تلگرام داریم، وب داریم، کمپین های سنتی داریم که برای مشتریان گرید لوکسه. این خیلی نکته مهمیه. مشتریان گرید لوکس توی فضاهای دیگه هستن. ما کمپین های متفاوتی واسه اونا داریم و اینا باید بدونید. یک صاحب کسب و کار باید کمپین های مختلفی داشته باشه و این کمپین ها مجموعه جریان های درآمدی یک کسب و کاره و سالن زیبایی شما هم دقیقاً باید به همین صورت عمل بکنه. باید جریان های درآمدی مختلفی داشته باشه که از طریق کمپین بتونه به اون مشتری احتمالی برسه. حالا قطعاً میگید کمپین یعنی چی؟ کمپین مجموعه اقدامات بازاریابیه برای رسیدن به یک هدف خاص که اون هدف خاص به چه صورته؟ اون هدف خاص میتونه مشتری باشه، اون هدف خاص میتونه تعامل باشه، اون هدف خاص میتونه برندینگ باشه و خیلی از مسائل دیگه.
من میتونم 80 نوع کمپین برای شما توضیح بدم، 80 نوع قالب کمپینی به شما توضیح بدم که میاد تفکیک میکنه که با این کمپین به سمت لوکس میریم، با این کمپین توی یه فضای گرید B وارد میشیم، گرید C وارد میشیم. این نکته خیلی خیلی مهمه. خب امروز قراره درباره کمپین اینستاگرام صحبت کنیم و نحوه استفاده از اون و طراحی اون که این طراحی میخوام بهتون یاد بدم. میخوام بهتون امروز ماهیگیری یاد بدم. چرا ماهیگیری باید یاد بگیرین؟ خیلی ها دوست ندارن شما طراحی کمپین رو یاد بگیرید چون یک ابزار بسیار درآمدزاییه. حالا من امروز میخوام به شما طراحی یاد بدم، یک مهارت کاملا پورساز. ای کاش فضایی بود که میتونستیم به چالش بکشونیم همدیگر رو و تجربه منو در این زمینه اندازه‌گیری بکنید، یک KPI بابت این موضوع داشته باشید که بدونید که اینستاگرام فقط یک کمپین، دوتا کمپین نیست. خود اینستاگرام ابزارهایی داره، کمپین‌های مختلفی از فضاهای مختلفی میتونه ایجاد بکنه که از طریق اینستاگرام شما به لیدهای مختلف برسید. یعنی از اینستاگرام به فضای دیگه‌ای برید و اونجا لید دریافت بکنید. دوستان، کمپین مثل بازی میمونه. پلی استیشن بازی کردی؟ دقیقاً همینه. باید یاد بگیری وقتی دسته پلی استیشن رو دستت میگیری خوب بازی کنی و بازیکن خوبی باشی. میبازی، نتیجهش میاد پایین، بازی بعدی. انقدر باید یاد بگیرید بازی کنید که به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. حالا قبل از شروع آموزش این نکته جذاب بهتون بگم. این تجربه 10 میلیارد هزینه من در کمپین‌های مختلفی که هزینه شخصی خود من بوده بابت این موضوع و آخرش به یه نتیجه رسیدم. هر جای این آموزش خواستم نکته‌ای رو خدمتتون آموزش بدم، این نکته کلیدی کنار ذهنتون باشه، گوشه ذهنتون باشه. اعتماد سازی. دنیا کار انجام بدین. اینو به تجربه دارم بهتون میگم. من برندهای زیادی رو تو ایران بزرگ کردم. به تجربه خدمتتون عرض میکنم. نتونی اعتماد ایجاد بکنی، بازی تمومه، تو باختی. یه مثال براتون بزنم. فرض کنیم که شما همین امروز یه مثال بزنم درباره اعتماد. خب آقای هنرمند، منظورتون از اعتماد چیه دقیقاً؟ خب فرض میکنیم که شما یک کسب و کاری رو میخواید امروز راه اندازی بکنید. زنگ میزنید پدر، مادر، دوستتون 300 میلیون تومان، حالا شاید میگیم با 300 میلیون تومان نمیشه کاری راه انداخت. مثال دارم خدمتتون عرض میکنم. اصلا 1 میلیارد تومان. فرضمون بر اینه که این پول موجودی حساب تمام دوستاتون و اعضای خانواده‌تون و موجود هست در حسابشون. حالا شما اگه باهاشون تماس بگیرید، کسی که اون پول رو به شما پرداخت بکنه بدون چون و چرا، قطعاً اعتبار بالاتری داره پیش شما. یا اصلا چکی داشتید، میخواین یه چکی رو وصول کنید، پول بهتون میده بدون چون و چرا، اعتبار بالایی داری. کسی که بهت پول نمیده ولی تمام تلاشتون، پول تو حسابش هست ولی تمام تلاشش رو میکنه برای این پول رو جور کنه، اعتبار کمتری داره. مثلا اعتبار 4 داره. کسی که حالا پول کمتری با مثلا پول رو نمیده، پیگیری نمیکنه، فقط یه پیگیری ساده میکنه، اعتبار کمتری داره. کسی که هیچ کاری برای شما نمیکنه، اعتبار 0. اعتباری نداری شما پیشش. شما تو کمپین دقیقاً باید 0 تا 100 یاد بگیری. مشتری رو به جایی برسونی که پیگیر بشه، ناراحت بشه، زنگ بزنه، دنبال پول بگرده. کسی که اعتبار 5 داشته باشه. کسی که اعتبار 5 داره برای شما، کسیه که هر خدماتی ارائه بدی دیگه ازت میخره. کسی که نگران شما هستش، دنبال کننده شما هستش، شما رو دوست داره و شما اعتماد سازی کردید، کسیه که با شما میمونه. پس اینو به تجربه چند 10 میلیارد هزینه‌ای که کردم دارم خدمتتون میگم. مهمترین عامل موفقیتی کمپین اعتماد سازیه. دوباره تکرار میکنم، مهمترین عامل کمپین اعتماد سازیه. پس اگه قرار طرح‌های مختلفی رو بهتون یاد بدم،
از 0 تا 100 خودتون کمپین طراحی بکنید، یه موضوع رو کنارتون باشه: آیا به اون اعتماد سازی رسیده یا نه؟